ماشاءالله مونا جان چقدر استایل گنگ بهت میاد. آره از کجا گرفتی؟ من آنلاین شاپ خودم دیگه. چه قشنگ. مرسی. حالا آیدیشو بده. من ازت اینو بپرسم تا الان دیت بد داشتی؟ آره بد جورم رو مخ بوده. بله. برامون تعریف می‌کنی؟ آجی منو دیتم قرار گذاشته بودیم مهشر که بریم دیت اولمون. بعد اینکه دیدم منو دوستمو داره میبره به طرف حصارک. چرا؟ خب چون با دوستم دیدم فکر ما داره میبره طرف حصارک. یه دفعه گفتش مهشر خاص شده. مهشر خاص شده. بعد گفتم چرا خاص شده؟ گفتش دیگه آجی خاص شده دیگه کسی نمیره. بعد دیدم ما رو با توی یک رستورانای حصارک. یه دفعه رفتیم توی رستورانی حالا اسمش یادم نیستش. بعدش ساعت 9 شب هم بود. گفتش من چیزی نمیخورم. باشه میخوایم ما سفارش بدیم. سفارش که خواستیم بدیم یه دفعه گوشیش زنگ خورد رفتش پایین مثلا به سرویس بداشتی. یه دفعه دیدیم نیم ساعت گذشت نیومد. زنگ زدم دیدم منو بلاک کرده. نه بابا یعنی پیچید سر غذا؟ آره. نه بابا. آخه من دوست برای چی میپیچونی میری حاجی پولشو من حساب میکردم دیگه عقده ای.